خب میخوایم آب شهر رو تست کنیم، آبی که ما همیشه داریم استفاده میکنیم، میخوریم از این آب. چه شهری؟ کثیفی آب. شهرم بگو. تهرانی. شهر تهرانی. امروز هم 18 اگر اشتباه نکرده باشم، نه 17 12 92. خب ما یه دستگاهی داریم به نام الکترولیز. الکترولیز هیچ چیز پیچیده‌ای نداره. یه قطب مثبت داره، یه قطب منفی، آلومینیوم و آهن. مولکول‌های اصلی آب هیدروژن و اکسیژن، H2O. یکیش جذب مثبت میشه، یکیش هم جذب منفی میشه. به غیر از هیدروژن و اکسیژن هر چیز دیگه توی آب باشه خودشو نشون میده. ما هیچ کار شیمیایی انجام نمیدیم. کار فیزیک، جداسازی مولکول هاست. هر چقدر هم که ناخالصی آب بیشتر باشه این آب زودتر تجزیه میشه. این اکسیژن رو میبینید داره جذب آلومینیوم میشه، هیدروژن جذب آهن میشه، اکسیژن جذب آلومینیوم داره. کثیفی که روی آب میبینید نیترات یا نیتریت، که نیترات، نیتریت، آرسنیک، این سه تا سم مستقیما از فاضلاب میان. مشکل اصلی آب تهران هم اینه که فاضلاب قاطی شده. آب چاهو میگیرن توی، در واقع میکشونن توی تصفیه خونه ها و بعد از اونها میفرستن توی شاهلوله ها. در واقع فقط یه کار کلوزنی انجام میدن. رنگش هی داره عوض. ببینید این سم انقدر در واقع این لجن جوریه که حتی آهن هم از بین میبره، چه برسه به رگ‌های بدن. حالا این سم وقتی میاد وارد بدن میشه، به دریچه قلب که میرسه یه مقدار چربی که قاطیش میشه باعث سکته‌های قلبی مغزی میشه، مسدود شدن رگ‌ها. شما توی یک لیوان آب تقریبا میشه گفت 1/20 لجن و فاضلاب. راه حلش چیه که آب خوب بخوریم؟ فقط گذاشتن دستگاه تصفیه آب. اونم یه نوع دستگاه تصفیه آب، دستگاه تصفیه آب RO. از این 6 مرحله. از این 6 مرحله RO. این آبی که ما میخوریم. این RO خیلی مهمه، یعنی دستگاه تصفیه 6 مرحله زیاد هستش، ولی RO بودنه که فقط دستگاه RO که میتونه این سم رو دفع کنه.